قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی‌های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد. احساس خیلی بد داشت. خود کسی با تماس شدن نمیتونسته. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد دیروز از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس. هیچ ارتباط نبود. سر روز قطع بود ارتباط. خود کسی هیچ ارتباط نداشت. خیلی با تشویش شدن که کدام کارش در جنگ است. هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع خراب بود. هیچ زندگی نبود دیگه. بیخکل هم استاد بودن. کاربار نبود. هم در اینترنت میشد کاربار. استاد بود. هیچ معلوم نبود. اونا وضع خیلی خراب بود. احمدزیا کوشان مهاجر دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد میگوید انتظار نداشت پس از 2 روز اینترنت دیگر باره در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشد. خب حوازه بود که اینترنت در سر سبان امکان داره قطع شود. بعد از اینکه ساعت‌های 5 دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشه خاموشی برقرار شد در سطح افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط تو مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد دیگه. از خاطر بسیار همه مردم جگرخون بودن دیگه، خوش نبودن. طبق گزارش‌ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خللدار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را با پیشگیری از آنچه آنها آن را بی‌اخلاقی مینامند ربط داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی‌ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.